عرض سلام خدمت تمام عزیزانی که این ویدیو رو میبینن. در خدمتتون هستم با قسمت اول از دوره ساخت موزیک بستکی و این دوره خیلی بداهه هست. یعنی من هم هیچ به اصطلاح زمینه ای از قبل ندارم و همینطوری با هم قراره یه موزیک رو شروع کنیم به ساختن و به همین دلیل فکر میکنم بهتر بتونید مطالب رو درک کنید، چون اکثر اوقاتی که به اصطلاح پروژه میگیرید شما عزیزان اینطوریه که تو اون پروژه قراره تازه ساخته بشه دیگه اون موزیک، برای همین هیچ پیش زمینه ای از قبل ندارید و برای همین ما هم سعی کردیم تو این دوره همینطوری پیش بریم، یعنی بدون هیچ زمینه ای و یه پروژه رو از اول شروع کنیم به ساختنش. و البته اینم بگم که این وکالی که الان من رو پروژه قرار دادم وکال ماکته که یکی از دوستان آقای صبری عزیز زحمت به اصطلاح وکال گرفتن و همینطور سازش رو کشیده. البته این موزیک قراره به یکی از خواننده‌های عزیز واگذار بشه و قطعا شما زمانی که دارید این دوره رو میبینید این موزیک با صدای خواننده اصلیش ضبط شده و پخش شده. اما الان چون ما میخوایم مراحل ساخت یک موزیک رو پیش بریم، به همین دلیل از همون وکال ماکت سجاده عزیز استفاده میکنم. البته گیتار هم داره این وکال و اصلا قرار نبوده این موزیک بستکی باشه. خب برای همین زمان فاینال شدن پروژه قطعا هم وکال باید مجدد ضبط بشه و هم سازها. اما الان برای شروع ما به همین به اصطلاح اکتفا میکنیم، چون همیشه زمانی قرار شما پروژه بسازید خب خواننده اول یه وکال معمولی بهتون میده دیگه، مثلا آقا گیتار میزنه میخونه واسط میفرسته و شما باید تنظیم کنی اون موزیک رو ارسال کنی برای خواننده و به اصطلاح دیگه کارهای نهاییش اگر قرار سازی گرفته بشه و داستانهای دیگه ضبطی انجام بشه بعدا این داستانها همه انجام خواهد شد. برای همین ما هم اینجا از وکال فاینال استفاده نکردیم و یه وکال به اصطلاح ماکت هست. برای همین ممکنه خیلی اشکالات داشته باشه. میگم سازها اینا باید مجدد ضبط بشه، چون به اصطلاح اصلا یه سری جا ممکنه کوانتایزاش مشکل داشته باشه با پروژه ما، چون اصلا این پروژه قرار بوده گیتاری باشه و اصلا قرار نبود به اصطلاح تنظیم داشته باشه، قرار بود فقط گیتار و صدای خواننده باشه. اما خب حالا که قرار شد تنظیم داشته باشه ما هم از همین مراحل شروع میکنیم به ساخت تک تک لاین ها و تو این دوره سعی میکنیم هر چیزی که واقعا تو این تایم یاد گرفتم و انجام بدم و چیزی رو واقعا از قلم نندازم. در کل که منم مثل خیلی از شما دوستان هستن یه هنرجو هستم و عاشق موسیقی هم صرفا، برای همین دنبال میکنم و سعی میکنم هر روز به روز علمم رو افزایش بدم و هیچ گونه ادعایی هم در این زمینه ندارم. میگم صرفا مطالبیه که توی این چند سال اخیر خودم یاد گرفتم و دوست داشتم با کسایی که میخوان این کار انجام بدن به اشتراک بذارم. حالا سعی میکنم میگم تماما رو بگم نکاتی که متوجه هستم، به همین دلیل امیدوارم به دردتون بخوره که قطعا همینطور خواهد بود. خب ببینیم میریم به اصطلاح سراغ آموزش دیگه، حرف اضافه نمیزنیم. حالا یه دور البته این وکال ماکت رو گوش کنیم. ببینید شما هر زمانی که پروژه بهتون داده میشه خب باید بیاین صدای خواننده اون گیتاری که هست و
رو تمپوتون به اصطلاح سین کنین. یعنی ببینید اینجا یه سری جا مشکل داشته، مثلا من قیچی زدم آوردم رو ضرب، خیلی اوقات اصلا خواننده شاید یه وایس معمولی گرفته باشه و مثلا با ساز داره میزنه و کلی این به اصطلاح سر ضرب ها مشکل داره و هی باید بیان اینطوری قیچی کنین تیکه تیکه و رو ضرب بیارین و تمپوی این کار 100 بوده و من رو ضرب آوردم. حالا یه بار موزیکو گوش بدیم. محبوب ترین عطر جهان، زلف سیاحت، شیرین ترین حس جهان، شوق نگاهت، سرخی لبت سرخ تر از سیبانار است، پاییز خزان، جان و جهان با تو جهان است. سرمستم از عشق قبل مرا بردی چه آسان، من باشم و تو باشی یا بس در زیر باران. خب حالا چون زیاد قراره کارا تا انتهای این دوره بشنویم تا همینجاش کافیه و این که ببینید تو ساخته به اصطلاح این موزیک ما قرار نیست میکس و مستر به اصطلاح نهایی انجام بدیم. خب ما قرار موزیک رو تنظیم کنیم، اما یه سری مراحل میکس رو هم همینجا تو تنظیم انجام میدیم. خب که تو میکس و مستر راحت تر باشیم، اما این به این معنی نیست که این میکس و مستر نهایی و قطعا خیلی لاین ها ممکنه کثیف باشه، خیلی ولوم بندی ها مشکل داشته باشن، چون ما نمیخوایم وقت اصلی رو بذاریم رو به اصطلاح میکس و مستر و تو این مینی دوره صرفا میخوایم یه خورده این موزیک بستگیه رو انجام بدیم و میکس و مستر هم در حدی که خوب باشه خب انجام میدیم. اما اون میکس نهایی و اصلا خود من که تو کیوبیس انجام میدم پیشنهاد میدم که شما هم حتما میکس و مسترتون رو تو کیوبیس انجام بدید که از تک تک لاینا خروجی میگیریم و یعنی خودم خروجی میگیرم و تو کیوبیس میکس و مسترش رو انجام میدم، چون تو کیوبیس خیلی برای میکس دست و بالت بازتره، همونطور که تو تنظیم به نظرم FL استودیو خیلی راحت تره و امکانات بهتری برای ما گذاشته. تو میکس و مستر به نظرم این برتری قطعا با کیوبیسه و خلاصه اینو گفتم بگم که تو این مینی دوره میگم زیاد وقت اصلی ما نمیذاریم رو میکس و مستر، چون اگر خواسته باشیم پلاگینایی که برای میکس استفاده کنیم باز کنیم، نمیدونم VSC-هامون رو استفاده کنیم، به اصطلاح هر کاری قرار انجام بدیم دیگه رو پروژه و این باعث میشه اصلا سنگین بشه اینقدر پروژه که نتونیم حتی یعنی سیستم نمیکشه واقعا دیگه، چون پلاگین میکس و مسترینگ سنگین هستن در کل. اما برای همین ما تو مراحل ساخت تنظیم نمیتونیم استفاده کنیم مگر اینکه واقعا یه سیستم خیلی غول داشته باشید. خلاصه بریم سراغ تنظیم. خب میگم برای ساخت این موزیک ما اول از همه که آکوردار من داشتم، خب یعنی خود نوازنده و کسی که شعر و ملودی رو نوشته بود به من آکوردار داد. خب و حالا آکوردار رو اگر هم گوشتون قوی باشه که راحت از رو همین گیتارا میتونید حدس بزنین و اگر هم نه میتونید از یه سری نرم افزارها کمک بگیرید. خب مثلا چجوری؟ همین نرم افزار ریف استیشن خیلی عالیه. خب من مثلا پروژه میگم پروژه این فایلی که ارسال کردن واسه من همین ماکت کار میندازی داخلش و خیلی راحت آکوردار رو میده. خب یعنی شما بعدن بیاین رو پیانو اون لحظه آکوردار رو بگیرید خیلی راحت میتونید پیدا کنید و تمپو هم حالا یک کوچولو ممکنه مشکل داشته باشه و چون حالا این وکالم ماکت ساز ماکته میگم سر ظرف ها شاید دقیق نباشن، برای همین بعد اینها زمانی که موزیک کامل شد مجدد ضبط بشن و ببینید گام کار خیلی راحت میتونید حدس بزنید. ببینید آکوردایی که از کلا نوتایی که به ما داده لا مینور، دو، نمیدونم می مینور، فا، سول ماژور، لا مینور،
فا ماژور و قشنگ مشخصه که گام این کار لا مینوره. خب و معمولا تو موزیکای ایرانی که همه مینورن، تقریبا بیش از 95% موزیکا و اکثر اوقات هم آکورد شروع موزیک همون آکوردیه که ما تو گام داریم. برای همین آکورد اولمون هم همینجا دقیقا لا مینور بود و گام این موزیک هم لا مینور. و در اینجا ویدیو هم بگم هر نظری، انتقادی، چیزی نسبت به ما داشتید میتونید هم تو کانال یوتیوبمون به آدرس ملودیفا _IR، هم تو کانال تلگراممون، هم اینستاگراممون، همشون آدرسش همین ملودیفا _IR هست و آدرسش هم اینجا واسهتون میذارم که راحت تر باشید. خب بریم سراغ پروژه. خب من یه سری لاین ها رو اینجا قبلا چیدم اما بهتون توضیح میدم چی هستن، زیاد خودتون رو درگیر این مسائل نکنید و اصلا بیا پاکشون میکنم. این که آکورده کاری که من در آوردم، خب ببینید محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت، سرخی لبت سرخ تر از سیبانات. آکورده کارو به اصطلاح چیدم و آکورده هم در این هاست. اینجا میتونید ببینید لا مینور، جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان سل ماژور، شوق نگاهت، سرخی لبت سرخ تر از سیبانات است، پاییز خزان و می مینور. آکورده کاره. حالا تو کورس آکورده عوض میشه اما خب الان فعلا نیازی نداریم به اون. و البته ببینید خود نوازنده تون داره آکورد عوض میکنه. ببینید محبوب ترین عطر جهان زلف سیاه، همین تا زلف سیاه 3 تا آکورد عوض میشه. خب اما تو تنظیم دیگه نیاز نیست ما این همه مثلا مثل تو گیتار داره نوازنده میزنه بخوایم عوض به اصطلاح آکورد بشینیم، چون اگر خواسته باشیم این کارو کنیم ببینید نوازنده داره تقریبا هر انقدر نصفه اینا کمتر داره یه دونه آکورد عوض میکنه و خب اگر بخوایم ما این همه آکورد بذاریم تو به ویژه تنظیم‌های فضای بستکی و موزیک‌های جدید اصلا حس خوبی نمیده و اصلا موزیک‌های مارکت الانه خیلی لوپوارن. اصلا یه سیکل آکوردی موزیک داره گاهن 2 تا دونه آکورده یا 4 تا دونه آکورده که یکیش تکراریه و تو کل موزیک ورس و کورس و اینترو و کلا ملودی و همه جا همونه. خب و اینطوری نیستش که خیلی آکوردهای زیادی داشته باشه، اما این پروژه چون نوازنده خودش اوکی کرده بود یه خورده آکورداش بیشتره، وگرنه تو موزیک های الانه سیکل آکوردی خیلی تکراری و لوپوار هستن، یعنی زیاد این اتفاق نمیفته، آکورد خیلی عوض نمیشه که مخاطب حس کنه این موزیک عوض میشه. برای همین من اومدم آکوردها رو هر چند تایی گرفتم، اینجا عوض شد، اینجا عوض شد، من فقط اینو نگه داشتم دیگه، یعنی همین چند تا رو زدم، چون بخوای هی تون دو تون آکوردها رو عوض کنی اصلا حس جالبی نمیده. برای همین برای کوانتایز بستکی هم خب من این پروژه شو واسهتون میذارم که این کوانتایز هست. خب ببینید بستکی اینطوری میشه کوانتایزش. یه خورده ما کلا ایرانی ها موزیک هایی داریم یه کمی به اصطلاح سوینگ داره، یه کمی تأخیر داره. خب مثلا اگر ما اینو بذاریم رو 1/3 ببینید همشون سر ضرب نیستن، این اینجاست، این اینجاست، حتی ریزتر هم خواست ببخشید بزرگتر هم بکنیم میبینید کامل اصلا متفاوتن، سر ضربای 1/3 نیستن، چون 6 و 8 ما کلن اصلا همه 6 و 8 اونا چه بندری چه بستکی همشون یک کمی سوینگ دارن و همین باعث تفاوتش میشه و ما چون نداریم این کوانتایزر رو، یعنی تو برنامه FL این خب ساخته نشده، اصلا این کوانتایزر نداره. خب برای همین ما چیکار میکنیم؟ میایم
این کوانتایزر که هست من یه جا چیدم. خب یه فایل به اصطلاح میدی میندازی تو پروژه، این باز میشه. حالا بر اساس این نوتا ما باید بیایم بچینیم کلا نوتامونو بر اساس این کوانتایزر. خب یعنی ما دیگه اگر بیایم اینجا بذاریم درسته 1/3، اما خب اون بستکی نیست. برای همین کوانتایزر من میذارم که دانلود کنید، خیلی ساده است. پروژهشون فایل میدی میگیرید میندازید اینجا، قشنگ میاد. حالا بر اساس اون میچینید. خب حالا من اینو همونه خب کپی میکنم، مثلا این لاینا به من چیز خاصی نیستن، حالا توضیح میدم بعد. این دقیقا همونه. خب حالا کپی میکنیم مثلا داخل اینجا. ببینید کوانتایز اینطوری محبوب ترین عطر جهان، زلف سیاهت شیرین ترین است جهان، شوق نگاهت سرخی لب. در صورتی که مثلا اگر خواسته باشه این بر اساس همون کوانتایزر استاندارد باشه اینطوری میشه، مثلا 1/3 خواسته باشه بزنه اینطوریه. محبوب ترین عطر جهان، زلف سیاهت شیرین. و ما خب نمیخوایم اینو، میخوایم ما بستکی بسازیم این موزیکو. و خلاصه این پروژه فایل میدی این بستکی رو واسهتون میذارم، خیلی راحت میتونیم بشین. حالا چطوره این ترفند رو من جایی ندیدم، اما خب من خودم برای تو افل میخوام کوانتایزر متفاوت رو استفاده کنم، دقیقا این کار میکنم. خب الان من میخوام های هت رو بچینم مثلا. خب میام های هت رو پیانو رولو باز میکنم. خب ببین این سایه‌شون هستی اینجا. خب حالا من میام چیکار میکنم، الان این صدایی نیست به جز صدای آکوردها، صدای این های هت نیست. خب حالا همون جوری که میخوام. البته الان نمیدونم چیه، من از اینجا اینم تکون میخوره. خب چون این اتفاق نیافته من یک کوچولوی نیم پرده بالاتر میچینم الان، اما بعداً زمانی که میخوام به اصطلاح پروژه رو اوکی کنم اینا رو هم نیم پردهشو میارم پایین. زمانی که چیدم این لاینه های هتمو اینو میارمش پایین و شروع میکنم همون جوری که میخوام میچینم. با استفاده از همین ترفند میتونیم همه نوتا رو همه به اصطلاح سازا و ادواتی که میخوایم تو اون موزیک استفاده کنیم و بچینیم. خب و من این راهکار رو حالا که بهتون توضیح میدم خیلی راحت تره. خب شاید راه های دیگه هم دوستان بلد باشن، خب اما جوری که من حالا توی این مینی دوره میخوام این کار انجام بدم اینطوریه و دقیقا گوشم میدیم میچینیم دیگه، به گوش بدیم چطور شد های هت. محبوب ترین عطر دقیقا همون جوری که میخوایم میشه. محبوب ترین عطر جهان، محبوب ترین ببینید زمانی که شما روی این کوانتایزاتون کلا روشنه، وقتی بزنید اینا سر ضربا میاد. خب گوشه مثلا نمیتونید هر جای خواستید این کار رو انجام بدید و برای این کار این نوتتون رو بذارید با آلت نگه دارید و هر جا خواستید اون نوتو بکشید. محبوب ترین عطر جهان، 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 زلف سیاهت شیرین. یه سری جاها خب البته باید تست کنید ببینید خوب میشه یا نه. یه سری جاها مثلا مثل اینجا میتونیم ما یه کوچولو اینجوری ریز کنیم نوتا رو. خب رو همون 6-8 میذاریم ولی باید ببینید جواب میده یا نه. محبوب ترین عطر جهان، این باله ولی فکر میکنم زوده. خب یعنی اون جلوتر این کار انجام بدیم بالتر میشه و دقیقا نوتا رو ما همون جوری که میخوایم میچینیم. من ویدیو رو سعی میکنم کات نزنم که تمام مراحلی که انجام میشه رو ببینیم، یعنی یا رو سرعت تند و این داستان رو نذارم که تمامی مراحل باشه، یعنی
چیزی از قلم نیفته، چون در همین بین ممکنه یه نکته کوچولو به ذهنم بیاد و همونو میگم. اما خب زمانی که مثلا دور تند باشه اینها این کارو نمیشه انجام داد. گوش کنید. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین. اینجا به نظرم بد نیست، میشه اون کاری که گفتم و انجام داد. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین. دقیقا اینجا جاش میشه. حالا اینا من بشینم. ببینید اینا بعضی جا خیلی ریز بشه اینجا، چون میخوام اینجا هم این کار رو انجام بدم. اینا همونطوری میذاریم. محبوب اینجا خب اینجا میشه یک کوچولو مثلا اینا رو رو 1/3 ببخشید رو 1/3 بوده که رو 1/3 بذاریم، بعد اینطوری سر رو بذاریم بیاد بالا. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین. محبوب خب اینو شبیه همین اینجا دیگه فکر میکنم. حالا کپی میکنیم دیگه. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت سرخی لبت. یه حس بالی داد اینجا، میشد استفاده کرد از این کار. عطر جهان ترین عطر جهان ترین عطر جهان ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت سرخی لبت ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت سرخی لبت سرخ ترت. بد نبود اینجوری کنیم بیاد پایین بیاد بالا. شوق نگاهت سرخی لبت آخرش دیگه. سرخی شوق نگاهت سرخی شوق نگاهت سرخی لبت شوق نگاهت سرخی لبت شوق نگاهت سرخی شوق نگاهت سرخی لبت شوق نگاهت سرخی لبت. اینطوری بالا صدای این هم قلم نمیاد بیشتر باشه. شوق نگاهت سرخی. کپی میکنیم. خب این کوانتایزر رو ببینید. من اینجا یه لاین ساختم، اینو همینجا دارمش که گم نکنم، خب که بتونم تو تک تک لاینام پیست کنم. و اینجا یه دونه میسازیم، حالا به نام چی اسمشو یه پترن جدید میسازیم، اسمشو میذاریم این های یه رنگم من که خودم رندوم میذارم، خود فعل همیشه انتخاب کنه میذارم واسش. و اینجا این های هتی که من وارد پروژه کرده بودم از تو پک های کشمیر هم از برداشتم، اینجا پیستش میکنم. این میشه های هت کارم. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت سرخی. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت. من یه سری نوتا رو میخوام، یه سری از اینا رو میخوام بردارم به نظرم. البته به اینجا اون نیم پرده ای که بود رو میارم پایین. برای این کارم با کنترل A همش رو انتخاب میکنیم و شیفت رو با این فلش های بالا و پایین اگر نگه دارین یه نوت میتونید بالا یا پایین ببرید پروژه. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین جهان زلف سیاهت شیرین ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین عطر جهان زلف
زلف سیاهت شیرین ترین ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین میشه اینا رو مثلا یه کوچولو هم اینطوری کرد که حس بالتری ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین مثلا باز این ورگه رو یه کمی میاریمشون پا ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین است جهان شوق نگاهت سرخی لبت ترین سرخی لبت سرخ تر از آن شوق نگاهت سرخی شوق نگاهت سرخی شوق نگاهت سرخی شوق نگاهت سرخی لب اینجا جنس صداش خراب کرد دوست نداشتم شوق نگاهت سرخی شوق نگاهت سرخی لب شوق نگاهت سرخی لب نه این دوست نداشتم همون که خودش صدا میداد خیلی بالتر بود به نظرم و خیلی اومدم فکر میکنم شوق نگاهت سرخی لب بالتر این همینو استفاده میکنم. و ببینید برای اینکه برای اینکه لاین های هتمون ما یکم پرتر صدا بده اینو ازش کپی میگیریم و چند تا های هت دیگه هم من آوردم. خب ببین و این البته های هت نیست و دقیقا همون این هم البته های این چند تا صدا. خب و ببینید بعضیاشو مثلا پنگ کرد، مثلا این یکی رو 25 تا دادم به این و این یکی رو 25 تا دادم به این و دقیقا همون رو کپی میکنم داخل این لاینا و صدایی که میخوام رو میسازم. ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین است جهان شوق نگاهت سرخی لب و هر کدوم این هایت ها رو همه رو دادم به یه لاین. خب برای این کار مثلا اون چیزی که میخواین رو میزنید و رو این بزنید به یه لاین اختصاص میده. حالا میکسر رو من نشونتون میدم چون یه سری کارها روش انجام دادم و حالا ببینید اون صدای هایتی که میخوام دقیقا میسازم. هایت اولی که استفاده کردم این بود، به نظرم جنس صداشم خیلی قشنگه و حالا این صداهای دیگر رو با اون به اصطلاح ترکیب میکنم که یه جنس صدای خاص برای خودم باشه. خب ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین است جهان ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین است جهان شوق نگاهت ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین است جهان شوق نگاهت ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین است جهان. من یه کوچولو بعضی جنس کنم خیلی شلوغه من بردارم. ترین عطر جهان زلف سیاهت جهان زلف سیاهت جهان زلف سیاهت شیرین جهان زلف سیاهت جهان زلف سیاهت شیرین ترین است جهان شیرین ترین است جهان شیرین ترین است جهان شیرین ترین است شیرین ترین است جهان شیرین ترین است جهان شوق نگاهت سرخی اینطوری بهتر شیرین ترین است جهان شوق نگاهت شیرین ترین است جهان شوق نگاهت سرخی لبت شیرین ترین است جهان شوق نگاهت سرخی اینطوری بهتره و زیادم نیازی حتما شلوغ باشه. خب و حالا وارد میکسر میشیم. خب از اون وقتی من میکسر رو باز نکرده بودم. خب البته بذار کیک هم بذاریم که یه کوچولو قشنگ متوجه بشید صدا چجوریه. کیک ها رو من الان خب واسه شروع همه رو سر ظرف چیدم. خب یه کیک انتخاب کردم، این کیک
صداشو میشه کمتر کرد یه کوچولو. خب اینو انتخاب کردم و دقیقا سر ضرب اینو بزنید و این 4 رو بزنید، دقیقا سر ضرب خودش میذاره و اینطوری شده نتیجه کار. محبوب ترین عطر جهان، زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان، شوق نگاهت سرخی لبت سرخ تر از سیبانانت. و حالا این آیت رو من کپی کنم و یه داستان دیگه هم هست. من دارم با هدفون میشنوم صدا رو و ممکنه خوب نتونم تصمیم بگیرم، باید بعدا حتما با مانیتورینگ گوش کنم تا بتونم تصمیم درستری بگیرم و واسه همین خیلی مشکلاتو من بابتش از شما عذرخواهی میکنم. محبوب ترین عطر جهان، زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان، شوق نگاهت سرخی لبت سرخ تر از سیبانان است. پاییز محبوب ترین عطر جهان، زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان، شوق نگاهت سرخی لبت سرخ تر از محبوب ترین عطر جهان، زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان، شوق نگاهت سرخی لبت سرخ تر از سیبانان. میگم یه سری چپ میدم، مثلا این 25 تا چپه، اینم برای همون 25 تا به اونور گذاشتم که همون به اصطلاحی جوابی به هم بدم. محبوب ترین عطر جهان، زلف سیاهت شیرین ترین. حتی اینو جنس صداشو اینو دوست ندارم، اینو میتونیم مثلا بیایم تو اون اصطلاح سمپل پک هایی که داریم و حالا اون جنس صدایی که مناسب تره رو انتخاب کنیم. من تو این کشمیر کلن صدای بالی داره توش، یعنی هم یکش هم دوش فوله، یکش فوله 2 و 3 4ش هم اومده، همشون واقعا صدای خوبی دارن. برای این مدل صدا هم باید بیاین تو اینجا تو سیمبال های کلن های حتی و ما یه کلوز های حت داریم، یه اوپن های حت که ما این کلوز میخوایم و یه وایدی میخوام به اصطلاح اینجا این فکر کنم باحال باشه. محبوب ترین عطر جهان، زلف سیاهت شیرین ترین. محبوب ترین عطر محبوب ترین عطر جهان، زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان، شوق نگاهت سرخی لبت سرخ تر از سیبانان است. پاییز خزان محبوب ترین عطر جهان، زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان، محبوب ترین عطر جهان، زلف سیاهت شیرین ترین زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان، شوق نگاهت سرخی لبت سرخ. خب فقط من این کوانتایزر رو عوض کردم، یه دونه دیگه هم بستگی داریم. خب و من دوتاشو فایلاشو میذارم، از هر کدوم خواستید استفاده کنید. به نظرم این یکی یه خوبی بهتره. خب ببینید دقیقا همونطوریه، اینم یه فایل میدیه و اون کوانتایزر. من دقیقا الان همینو اومدم رو لاینای های هست رو دونه دونش کلیک کردم. بشنوید. محبوب ترین عطر جهان، زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان، شوق نگاهت. خلوت‌تره به نظرم، بالتر نسبت به اون قبلیه و این میشه یه خورده ما با مثلا این ولوماشون هم بازی کنیم که زیاد ماشینی صدا ندم. خب هر لاینی هم کمی سعی میکنیم متفاوت تر باشن از هم که یه صدای خاص تری تولید شه. خب محبوب ترین عطر جهان، زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان، شوق نگاهت سرخی. یکی هم همون صدای نرمال خودش باشه و حالا این کیکو هم میذاریم باش. محبوب ترین عطر جهان، زلف سیاهت شیرین ترین حس
لاینی که خیلی مهمه خب و من تا زمانی هم اینو نچینم شما شاید زیاد متوجه نشید و الان با چیدن همین چند تا لاین متوجه میشید که چه تغییری خواهد کرد. و یه لاین پدم من گذاشتم خب دقیقا ببینید همین آکورد اومدم اینطوری کپی کردم و آوردم تو لاین پد، یه پد از تو نکسوس باز کردم و دقیقا همونو ببینید پیستش میکنم صدای پدم یه همچین صدایی. خب حالا ما میکسر رو هم باز کنیم که متوجه باشید اینجا چه اتفاقایی افتاده. ببینید اول از همه ما برای اینکه بهتر یکم صداها رو بشنویم خب میایم یه مستر کلی، یعنی این عادت منه خب و به نظرم خیلی تو کیفیت کارتون تاثیر میذاره با اینکه خیلی ساده است خب، اما یه مستر جزئی انجام میدیم. خیلی ساده، من یه ماکسیمایزر اوزون رو میذارم، یه 2 dB تقریبا بهش گین میدم، همینطور یه دونه باس کمپرسور. خب باس کمپرسور هم که کلا کمپرسورایی که باس داره معمولا برای گروه ها و اینا، چون کمپرسورایی که ببینید اتک های کندی دارن نسبتا خیلی با ملایمت برخورد میکنن و صرفا یکم پیک و اینا میگیرن و 2-3 دی هم اینجا به این میکاپ دادم بهش، یعنی یک کمی ولوم آوردم بالا. کل کاری که کردم رو مستر همینه و همینطور یه فاب فیلتر L2 گذاشتم که این فاب فیلتر بابت اینه که من از این آنالایزرش استفاده میکنم و این خب که ببینم این وی فرما رو، اینکه صدا در چه حده و همینطور همین چون لیمیتره دیگه نمیذاره صدا از صفر رد بشه و دیستورت بشه. و ببینید هر کدوم از صدا رو هم من به یه دونه لاینای میدم. ببینید الان کیکو دادم به لاین 12، نمیدونم های هتا میبینید همشون رو آوردم تو 18، اینم میارم 16 اشتباه. مثلا این آکوردا لاین 7 پد لاین 8، هر کدوم از لاینایی که تا الان استفاده کردم این چند تا رو دادم به یکی از لاینه. ببینید این کیکه و چیزی هم روشون باز نیست و همیشه از همون اول خب تر و تمیز پروژه رو پیش ببرید و خوشگل می‌بینید اصلا رنگی پنگی کنید که گیر نکنید، بعدن گیج نشید. اصلا میگم حتی ببینید من مثلا برای هر کدومی که زیاد مثلا اگر بخوام چه میدونم برای های حتم بهش ریورب بدم بعد یه لاین ریورب روش باز کنم یا این باز کنم و این سنگین میشه. و چیکار کردم؟ اومدم چند تا لاین افکت باز کردم خب به نام به اصطلاح ریورب، دیلی، یه ایمیجر، یه لاین خالی هم همینطوری گذاشتم، هیچ چیزی توش نداره. تو این ریورب که اومدم یه دونه والهالا وینتیج ریورب گذاشتم با توجه به تنظیماتی که میخواستم، یه دونه اچ دیلی که پینگ پونگ و دقیقا تنظیماتش رو اوکی کردم، 1/4، یه ایمیجر اوزونه و ببینید اینو برای این گذاشتم که بتونم همین الان به لاینایی میخوام یه ایمیجی بدم که متوجه بشم تو مستر چه اتفاقی میفته. من این زمان خروجی گرفتن تمام این لاینای افکت‌ها رو خاموش میکنم اما اومدم اینجا تو تنظیم اینها رو انجام دادم که آقا من مثلا اگر میخوام اسنپمو بعدن تو میکس و مسترینگ بهش ریورب بدم خب اینجا یه دونه ریورب روش باز کنم. اگر میخوام آقا به چه میدونم آکوردام یه دیلی بدم اینجا انجام بدم یا ایمیجش کنم. خب این لاین خالی هم واسه این گذاشتم، بعضی وقتا صدا خیلی کمن شنیده نمیشن، خب اینو همینطوری گذاشتم. ما یه دونه بهش به اصطلاح سند میکنیم و یه صدای دقیقا همینو اینجا هم پخش میشه، باعث میشه صدا بلندتر شنیده بشه، یعنی هیچ کار دیگه ای انجام نداده. و تمام این افکت هامو اومدم گروه کردم به یه لاین به نام افکت جی پی و همه رو تا 234 هرتز لوکات کردم، یعنی کلا لوشو حذف کردم و به همین دلیل این باعث میشه که من رو افکت ها من بتونم کنترل بهتری داشته باشم. کلا همین چند تا افکت رو باز کردم، 3 تا دونه و برای هر لاینی که میخوام این کار رو انجام میدم. مثلا ببینید
الان پیانو من میخواستم بهش افکت بدم، اینجا اومدم وصل کردم به هر کدوم، هر چقدر خواستم ایمیج کردم، هر چقدر خواستم دیلی دادم بهش، هر چی خواستم ریورب دادم، یا پدمو ببینید چیزی بهش وصل نکردم. یا الان لاینایی که باز شده مثلا یه دونه کیک اینجا، اینا هم کاری روش انجام ندادم. یا های هتمون اون هم دقیقا ببینید من فقط اون افکت ریوربو که نیاز داشتم بهش دادم، یکم ایمیج کردم، یکم هم صدا رو کلا بیشتر خواستم بکنم و دیلی اینا هم که اصلا کلا نداره و همه اون های هتا بود. اینجا من دادم به یه لاین و صداشون اسم کردم یک کوچولو زیادن و بهشون هم ریورب دادم. همین ببینید کاری که تو میکس کردم تا الان اینه و این نکاتی که گفتم خب خیلی ریزن اما فوق‌العاده مهمن. یعنی با انجام دادن همین چند تا طرفن آقا، یه مستر کلی، یه افکت دادن کلی، شما باعث میشه که کلی بهتر تصمیم بگیرید تو اون جنس صدا انتخاب کردنتون، تو به اصطلاح اینکه آقا بدونید موزیک در چه مرحله‌ایه و باعث میشه که خیلی بهتر بتونید تصمیم گیری کنید. آقا بدونید الان مثلا یه کمی گین داریم به موزیک ما تو مستر که آقا بدونیم کیک وقتی که میکس و مستر بشه تقریبا تو چه رنجی صدا میده. خب که ما بدونیم آقا مثلا صدای کیک رو الان ما چقدر کنیم، بدونیم آقا های حتی باید صداشون چقدر باشه و برای همین یه مستر جزئی همین اول انجام میدیم و افکت های دیگر هم اینکه من به صورت سند وارد میکنم باعث میشه که هم جنس بهتری به ما تحویل بدن، یعنی رو جنس اصلی صدا تاثیر نذارن. یه سری اوقات شاید یه صدایی شما بخواین به اصطلاح خودمون جنس صدا رو عوض کنید، خب میاین اینجا رو لاینش میدید. خب مثلا میخواین خودمون پیانو ریورب دار باشه، میاین اینجا این کار انجام میدید. اما یه سری وقتا نه، شما نمیخواین اینطوری باشه و به صورت سند این کار رو میکنید و هم اینجا وقتی ببینید همه لاینا رو بدین به یه دونه از همه به اصطلاح صدا رو بدین به یه دونه لاین میکسر، کنترل بهتری دارید. الان ببینید من های هتا رو خوب نمیخوام مثلا زیر 300-400 شو، از همینجا قشنگ لوشو میگیرم و همه های هتا اعمال میشه روش و اینطوری خیلی تو میکس راحت تری و باعث میشه که بدونید دقیقاً دارید چه کاری انجام میدید و کنترل بهتری داشته باشید. خب حالا بریم سراغ ادامه تنظیم و برای ما اینجا به اصطلاح کلپ خب چند تا صدا رو با هم استفاده میکنیم. ما کلا از یک صدا استفاده نمی کنیم، ترکیب صدایی انجام میدیم تا برسیم به جنس صدای خوب و باحال. خب مثلا من این اسنپ رو از تو دقیقا همین پکایی کشمیر از اینجا بود، خب نمیدونم دقیقا کدوم یکیشه انتخاب کردم، یه همچین صدایی ببینید دقیقا دادمش به یه دونه لاینا و بهش یه ریورب جزئی خیلی کم هم دادم. حالا من اسنپمو به اصطلاح یا تپسی میایم دقیقا سر ضرب هایی که میخوایم میشینیم. خب یعنی با کیک ها یه دونه در میون میزنه. ببینید میشه این صدای پدیه که انتخاب کردیم. فکر میکنم از اینجا حالا اینا خاموشه برای همون صداش نیست. و قشنگ دونه دونه همون جایی که میخوایم میچینیم. صداش هم من یه کوچولو کم کردم، یعنی دقیقا به همون اندازه‌ای که نیاز داشتم. ببینید الان که ما یه مستر کلی انجام دادیم، من میدونم این اسنپ مثلا اگر در زمان اصلی صداش انقدر بوده خب این زیاده، میام کمش میکنم اینجا. خب و این باعث میشه که خیلی راحت تر ما بتونیم تصمیم گیری کنیم. و بعدش اومدم یه صدای کلپ گذاشتم. ببینید اینه دقیقا هم همونطوری با همشون میزنه، حالت پرکاشن طور داره. خب و صدای اینم کم کردم
و دقیقا با همین اسنپ هم دوتایی با هم میزنن که یه جنس صدایی اینطوری به ما تحویل میدن. موزیکای مارکتی الان دیگه از یه دونه نمیان استفاده کنن، صداها رو با هم ترکیب میکنن تا به یه جنس صدای خوب و مناسبی که نیاز دارن برسن. و اینم ببینید دقیقا دادم به 18. اینجا اومدم یکم ایمیجش کردم، ریورب دادم و کم صداش میکنم کمتر بشه بهتر. همون صداش بیشتر من میپسندم، بیشتر بود. و یه صدا رو انتخاب میکنیم. خب اینا رو من تکچین کردم که کمی وقت ویدیو کمتر باشه و زیاد دنبال صدا نگردیم. خب یه کلپ هم انتخاب کردم اینطوری. دقیقا این کلپ رو هم میذارم که این اضافهش هم میگه، میبینید هیچ صدایی اینجا نداره. اینو هم دقیقا میذارم با همه اینها مجدد بزنه. خب این کلپه چجوریه؟ یه خورده پیری داره، میبینید دقیقا سر ضرب نیست، یه کمی دیرتر میاد و این باعث میشه یه حالت سوینگ بده به موزیک و باحال میشه. بشنویم. حتی اینجا الان این دیگه خیلی داره و برای همون ما انتخاب میکنیم. خب اینجا زوم میکنیم، میاریم چه کوچولو سر ظرفتر اینجا. اینطوری. خب و یه کوچولو هم دادمش به سمت راست، 30% اینها دادم به سمت راست و چون اینا حالا داریم به سمت راست میایم یه دونه کلپ دیگه هم اینجا انتخاب کردم اینه. خب اینو میاریم دقیقا تو همون رنج صدا میده، همون اندازه است. اینو دادم 30 تا به سمت چپ که با اون به اصطلاح یه حالت استریو بدن. صداش هم اینطوریه. ببین این شد از اسنر ما به جای اینکه یه دونه صدا داشته باشیم، مثلا فقط همینو داشته باشیم، ببینید میایم از چند تا صدا استفاده میکنیم که باعث بشه یه جنس صدایی بهتر داشته باشیم و اسنرمون پر صدا بده. یعنی اصلی ترین ترفند این که اسنر شما یا کلپ شما محکم و پر صدا بده همین کاریو که گفتم. ببینید و این صدا هیچ جا نیست، شما صدای خاص خودتون رو ساختید. ببینید هر کدوم از اینا هم به یه لاینن، همون اندازه‌ای که میخواستم بهشون ریورب دادم، همون اندازه‌ای میخواستم ایمیج کردم و دقیقا هم دارن صدای خیلی عالی، صدای عالی به ما دارن میدن. و اگر این کارا رو انجام ندید باعث میشه موزیک خلوت صدا بده و همین کار باعث میشه که شما یه موزیک خیلی عالی داشته باشید با یه صدا دهی پر. یعنی ما هیچ کار نکردیم، ببینید الان چند تا لاین چیدیم ولی موزیک داره کاملا پر صدا میده. میبینید ما خیلی سریع یه چند تا لاین چیدیم هنوز ولی موزیک داره کاملا عالی صدا میده. حالا صدا خواننده و گیتار ها هم بیان. ببینید محبوب ترین عطر جهان، زلف سیاه شیرین ترین حس جهان، شغل هست سرخی لبت سرخ تر از سیبانار است. این گیتار هم چون با
وکال توی یه لاین بودن من نمیتونستم زیاد کاری کنم، اما برای همین مثلا خیلی دوست داشتم وکال دیلی بیشتری داشته باشه، اما اگر دیلی بدم اون ریتما و اینا هم همه دیلی میاد و اصلا موزیک کثیف میشه. هم یه کوچولو اینجا دیلی دادم و یه 20-30% هم ریورب دادم و کلا هم کل کاری که لاین کردم فقط یه کمپرس کوچولو کردم که پیکا رو بگیره. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهم، شیرین ترین حس جهان شوق الله. البته من اینجا چون صدا رو کم کردم اونجا که پیانو رو بشنویم یادمون رفت زیاد کنیم. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهم، شیرین ترین حس جهان شوق الله است. سرخی لبت سرخ تر از سیبانان است، پاییز خزان جان و جهان با تو جهان است. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاه. کمپرس حالا نه شدیده نه خیلی، کمپرس معمولی ببینید یه کوچولو گذاشتم که اون پیک میکا رو بگیره که ما یه صدای به اصطلاح یک دستری داشته باشیم. میگم ما نمیخوایم میکس و مستر کنیم، اما این به این معنی نیست که هیچ کارم انجام ندیم. ببینیم ما همین الان داریم خیلی از کارهای میکس هم انجام میدیم، ما داریم پن میکنیم، ما داریم به اصطلاح جنس صدایی درست انتخاب میکنیم. شما ببینید بعضی از دوستان فکر میکنن مثلا یه صدای آشغال میان انتخاب میکنن، خب بعد انتظار دارن مثلا میگن چه پروژه خوب صدا نمیده. خب شما الان ما این وقتی که گذاشتیم به اصطلاح برای پیدا، حالا من نیومدم بگردم از قبل تکشین کرده بودم، اما همین وقتی گذاشتیم که ما یه ترکیب صدا انجام دادیم. شما اگر میخواستین یه مثلا یه کلپ معمولی بذارید از این کلپ قدیمی ها، خب باعث میشد که اصلا موزیک کلا عوض میشه. خب الان یه کلپ قدیمی من میذارم شما گوش کنید، مثلا این باله. خب ببینید مثلا ما الان موزیک قبلی. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاه، محبوب ترین عطر جهان زلف سیاه، شیرین. اصلا موزیک رفت توی فاز دیگه. خب برای همون وقت بذارید برای پیدا کردن جنس صدایی مناسب، وقت بذارید تا حتما یه جنس صدای خوب پیدا کنید. یعنی الان ببینید همین چند تا کلپ اگر ما از اون مدل کلپ ها استفاده کنیم کجا این محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهم، شیرین ترین حس جهان شوق الله است. سرخی لبت می‌بینی، یعنی برای اینها وقت بذارید تا یه صدای خوب بسازید. و الان من حس میکنم ما یه اسنر هم میتونیم اضافه کنیم به این کلپمون که یه کمی هم لو اون به اصطلاح کلپمون هم بهمون بده. الان خیلی حس میکنم صدای های داریم و ببینیم چی داریم. محبوب ترین عطر جهان، محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهم، شیرین. محبوب ترین عطر جهان زلف، محبوب ترین عطر جهان زلف. ببینید برای جایگذاری کردن صداها با هم، خب من اصلا میخوام الان اسنر انتخاب کنم. برای اینکه آقا اصلا بشنوم اون صدا چه جوری میشه دو تا راه داره. یکی اینکه آقا این مثلا صدا هست درک کنی روش صدای بعدی تو، خب مثلا میخوای این جابجا بشه، خب مثلا اینو میندازی روش. محبوب ترین عطر جهان زلف سی. یکی هم هست این قلتک موسکه هست، خب وسطش یک کلید داره. اول میایم اون فایلی که میخوایم رو انتخاب میکنیم و با این قلتک بزن یک کلیک کنین جابجا میشه با اون. ببینید محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهم، شیرین ترین حس جهان شوق الله است. سرخی لبت سرخ تر از سیبانان است، پاییز
خزان جان و جهان محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت سرخی لبت سرخ تر از سیب انار است پاییز خزان جان و جهان محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت سرخی لبت محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت سرخی لبت محبوب ترین عطر جهان محبوب ترین عطر مثلا یه استرام اینجا داشتم محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت سرخی لبت سرخ تر از سیب انار است پاییز خزان جان و جهان با تو جهان است محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت سرخی لبت سرخ تر از سیب انار اون اسنپی که میخوام پیدا نمیکنم بعد میگم بعد دوستاتون وقت بذارید. خب یعنی الان خیلی راحت میشه از کنار این گذشت و یه اسنپ همینطوری گذاشت. خب ولی همین اصل داستان همینه، یعنی بعد شما جنس صدای خوب پیدا کنی. بعضی از دوستان فکر میکنن مثلا تو میکس درست میشه، اعتقادشون اینه آقا اینجا به ولش کن، تو میکس آقا ما اوکیش میکنیم. ولی تو میکس مثلا 60 تا میان پلاگین باز میکنن رو صدا که آقا اون تازه برسه به حد استاندارد و هنوزم اون چیزی میخوان نمیشه. برای همین ما وقت میذاریم و جنس صدای خوب انتخاب میکنیم تا باعث بشه که تو میکس کارمون راحت‌تر باشه و اصلا کلا پروژه بهتر و تمیزتری داشته باشیم که بهتر صدا بده خودش. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت سرخی لبت سرخ تر از سیب انار است پاییز خزان جان و جهان با تو جهان است محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت سرخی لبت سرخ تر از سیب انار است پاییز خزان جان و جهان محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت سرخی لبت سرخ تر از سیب انار است پاییز خزان جان و جهان محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت سرخی محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین. یه اسنپ دنبالم که لو خوبی داشته باشه اینا. بد نیست. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان
این باحاله به نظرم و این اضافهشون میگیریم ما که اینا رو هم نیفته. یکم اینجا لوکات به اصطلاح فیدش میکنیم که یهو قطع نشه. اسمش هم اینجا ما اسنر گذاشتیم و درست میکنیم. ببینید زمانی اینجا شما کنترل زد بزنم فایل رو وارد میکنید اسم خودش. خب اول بیاین اسمی که میخواین اینجا اوکی کنید. من گذاشتم اسنر. رنگی که میخواین رو بذارین اوکی کنید و روش فراس کلیک کنید. این اتو نیم کلیپ رو بزنید هم رنگ میشه هم اسمش درست میشه. و حالا اینجا خب بدینش به یکی از لاینای میکسه. اینجا که وایسی اون ترک بزنی میره به یکی از لاینا و اینطوری ببینید رنگ همون فایل هم میگیره و کاملا داره. و این یه خورده خودش ریورب طولانی داشت انگار کشیده بود و اون یه ریورب خیلی جزئی هم بهش میدم زیاد نباشه. چقدر پر کرد اصلا فضای کار رو فکر نمی‌کردم اینقدر تاثیر بذاره و می‌بینید همین یه دونه باعث شد اسنر ما کاملا پرتر بشه و موزیکمون خیلی پرتر صدا بده. ولوم های هت هنوزم کمتر میشه بشه و ببین یه های هت من دوست دارم کمی تیزتر باشه. کوچولو هم از اینجا ببینید از این اکولایزی که داره استفاده میکنم و یه کمی های هت رو تیزترش میکنم. زیاد تغییر نکرد با اینکه بردم جلو جنس صدا برم قشنگ کات میکنم اینا رو. این همین حدود خوبه یه کمی بهش هایی دادم و همین ببینین الان تا اینجا پروژه ما شدین و این هم اینجا اسمشو من های هته درست میکنم و رنگش هم مثلا این رنگ جهان زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت سرخی لبت سرختر از سیبانان است پاییز خزان جان و جهان با تو جهان محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت. این اسنپینا هم ندارن تو این رنج صدا و میگیرمشون مثلا تا 90 اینا رو پاک میکنم از توشون. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت شیرین
که اینجا زیاد تداخلی با این لوی این نداشته باشن. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت، سرخی لبت سرخ تر از سیبانار است، پاییز خزان جان و جهان با تو جهان است. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت، سرخی لبت سرخ تر از سیبانار است، پاییز خزان جان و جهان. و واسه چیزم الان اینجا یادم اومد برای این هم بسه ندیگه والهال هیچی. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت، سرخی لبت سرخ تر از سیبانار است، پاییز خزان جان و جهان با تو جهان است. کم ریوربای اینا رو بیشتر بکنم، اسم میکنم ریوربشون کم بیشتر باشه، بالتره و های حتی هم همینطور. محبوب ترین عطر جهان زلف. خب حالا میتونیم یه تنبورین هم اضافه کنیم که من اینجا اینو آوردم، این صدایی میده. خب یه دونه در میون میذارم با اینا بزنم. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، حتی عقب‌تر باشه بالتر، به نظرم فقط یه دونه اینجا باشه. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت، سرخی لبت سرخ تر از سیبانار است، پاییز خزان جان و جهان با تو جهان است. تست کنیم بیشتر باشه چجوری میشه، یعنی یکی یکی بزن اینجا. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان شوق نگاه. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت، سرخی اضافه هاشو میگیرم که اینجوری با هم نیفتن خراب کنن. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان وال شد. بعد اینجا هم ببینید دقیقا اینو فرستادم به یه دونه از کانال میکسر و اینجا صداش کمتر میشه، بهش یه ریورب دادم، همین صداش هم میتونم اینجا کمی هم کاتم بکنم چون صداش اصلا لو نداره. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین. و یه کار بال میشه کرد، میشه از این یه میکیونیک بگیریم، بعد این یکی رو مثلا بیایم بذاریم 40 تا به سمت یا بیشتر 50 تا مثلا به چپ، بعد این یکی رو بیایم 50 تا به راست کنیم، ببینیم چه جوری میشه صداش. چلو خورده ببخشید اگه 50 استاد، اینم که 50 تا چپ. خب اینجا پس اینا رو پاک کنیم که بس همشون یه سمت نشن. کپی پیست میکنیم و ببینیم چی شد. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت، سرخی لبت سرخ تر از سیبانار است، پاییز خزان. بالا میشه صداش حالا چون وف گوشه ها یه کمی چون کمتر شنیده میشه از یه سمت میشه کمی بیشتر کرد صداشو. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت، سرخی لبت سرخ تر از سیبانار است، پاییز خزان جان و جهان با تو جهان است.
جان و جهان با تو جهان است. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت. سرخی لبت سرخ تر از سیب انار است. پاییز خزان جان و جهان با تو جهان است. سرمستم از عشق قبل من. خیلی هم عالی تا اینجا. و میتونیم مثلا بهش چی دیگه اضافه کنیم؟ میتونیم یه مثلا یه اوپن های هت اینجا داشتم قبلا گذاشتیم، یه اوپن های هت هم بهش اضافه کنیم. خب که من چون کوانتایزر عوض کردم دوباره میام پس این کوانتایزی که داشتیم و کپی نگه میدارم. خب میام تو این لاین اوپن هایت ببینم مشکل نداره و اینجا رو یه دونه این سمپلره که خالیه، هیچ صدایی نداره این لاین، متوجه این برام هیچ صدایی نمیده. میام باز میکنم و دقیقا ببینید اینو سر اون کوانتایزی که مد نظرم میذارم. این اضافه میشه. محبوب ترین عطر جهان زلف محبوب. مثلا اینجا جالب میشه، یه جای دیگه میذارمش ببینیم مثلا کجا وال میشه. محبوب ترین عطر جهان زلف محبوب ترین. راحت تر باشم بهتر بتونم تصمیم بگیرم ازش یه کپی میگیرم که ادامهش همون سایش بیاد که دستم بازتر بشه. دقیقا هم سر ضرب میذارم که مشکلی نداشته باشه. حالا اوپن هایت باز میکنم محبوب ترین عطر جهان زلف تا اینجا فکر کنم باله. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت. چون این صدای چیز میاد، این تنبور میاد، به نظرم اینو باید یه جایی بذاریم که بعد از تنبور یا قبلش باشه، مثلا اینجا میشه. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین. مثلا اینجا باید محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین. یکی در میون. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، محبوب ترین عطر جهان. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین. اینجا هم بیشتر دوست داشتم صداشو و اینم اینجوری میکنیم که نره تو جای بعدی تو
محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت، سرخی لبت سرخ تر از سیبانات، پاییز خزان جان و جهان. میشه چند جا آهنگ این اولم بد نبود گذاشتیم. محبوب ترین عطر جهان، محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان شوق نگاه. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت. همینجا رو من خودم بیشتر میپسندم و برای همین های هت رو اینجا اوپن های هت رو اینجا میذاریم و ببینید هزاران جور میشه چید. شما بر اساس همون کوانتایزه هر جاش دوست داشته باشید میتونین بچینین، یعنی خودتون رو محدود نکنید، کاملا میشه اون سلیقه‌ای که خودتون دارین رو توش پیاده کنید و از اون استفاده کنید. و الان ببینید برای درامز کلی برای این ورس کار همینا کافیه. خب حالا یه سری صدا ما میذاریم که پرتر کنه کارمونو که شاید بعدا برداریم، شاید تو کورس بعد استفاده کنیم، اما الان وارد پروژه میکنیم که داشته باشیم. یکی این صداست که قطعا تو موزیکای بستگی همتون شنیدین، تو موزیکای خیلی زیادی ما به اصطلاح این صدا رو استفاده کردن تنظیم کننده، به ویژه سبک‌های مثل موزیکای آران افشار که اصلا معین راهبر اگر اشتباه نکنم تنظیم کنندش بود، معین عزیز، و یه جورایی همین تیم آوردن این فضا رو و میتونیم این پرکاشن رو بذاریم و اینا رو من فایلاشو بهم پی ام بدید واسهتون بفرستم و دایرکت هم یا کلا پی ام بدید به آدرس melodifaa_ir و واسهتون ارسال کنم. این لوپ ها رو میتونیم اضافه کنیم ببینید چه باحال میشه. من اینم دقیقا چون قبلا وارد پروژه کردم دادم به این 12 و یه ریوربم بهش میدم، یه کوچولو کم ایمیج بعدم نمیاد بشه. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت، سرخی لبت سرخ تر از سیبانات، پاییز خزان جان و جهان با تو جهانم. این های هت ها رو هم اوپن ها رو میشه اینجوری که وقتی میخواین چند تا به اصطلاح پترن رو یکی کنید اینطوری انتخابشون میکنید، یه کنترل جی میزنید همشون یکی میشن. خب این قبلی هم داریم حالا چون نمیخوامش پاکش میکنم و اینا هم دقیقا من مثل اون تنبورینی که داشتیم میخوام یکیش چپ بزنه یه دونه راست. خب و میام اینجا پنشون میکنم، این یکیش مثلا بیشتر مثلا کلن بریزم. محبوب صداش هم اینجا میگم خودش زیاد. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت، سرخی لبت سرخ تر از سیبانات، پاییز خزان جان و جهان. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان. بعدم نمیاد ریوربش بیشتر باشین. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس. محبوب ترین عطر جهان. خیلی جالبه این دیلی میدی خیلی باحال میشه این لاینه. خب و میتونیم ما یه دیلی کوچولو هم بهش بدیم. در صورت این کار
به اصطلاح استاندارد نیست اما بال شد اینجا و این دقیقا به همین منظوره که خودتون رو واقعا درگیر سری چیزا نکنید که آقا ما نباید به این دیلی بریم. ببینید اینجا جاش بود، یعنی شد جا بشه داخل موزیک و همون ما ریورب دیلی هم میدیم. تنبور خیلی صداش زیاد بود اسم میکنم، برای همون یک کوچولو این تنبور اینا رو هم کمتر کردم، حتی یکم کمتر باز. یه هایهتی من میخوام یه کمی صدای چیزتری هم داشته باشه. خب من یه دونه اینجا داشتم یه هایهت، اینه فکر دیگه چیز دیگه یعنی لاین هایهتمون رو باز میکنیم اینجا بود و اینا هم میارم بهشون اضافه میکنم تا یه فضای به اصطلاح اون استریوم بیشتر بشه. میگم دوست دارم یه کوچولو صدام تیزتر باشه و دقیقا اینم میرمش به همون لاین هایهتام. دوستش دارم که هایتم و روشن‌تر و کلاً چیزتر باشه. ببین همین الان گیتار و اینا بیان موزیک داره خوب صدا میده، یعنی وقتی جنس صداهای درست انتخاب بشه ببینید با چند تا لاین من هیچ کار خاصی نکردیم. خب ریزه کاری های اصلی ما، افکت گذاری همون، افیکس همون، نمیدونم پاساژا، همه چیز مونده. خب ولی با همین چند کار معمولی کلی فرق کرد پروژه. خب و برای همون ما حالا یه کمی چون پرتر صدا بده، چون همین الان اگر گیتار و اینا بیاد ببینید موزیک پر میشه خودش. گوش کنید. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت، سرخی لبت سرخ تر از سیبانان است، پاییز خزان جان و جهان با تو جهان است. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت، سرخی لبت سرخ تر از سیبانان است، پاییز خزان جان و جهان با تو جهان است. محبوب
ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت، سرخی لبت سرخ تر از سیب انار است، پاییز خزان جان و جهان با تو جهان است. سر محبوب ترین عطر جهان زلف سیاه. ببینی ریوربی دادم یه کمی ریورب خیلی لانگه، خب تایمش زیاده، میخوام یه ریورب بدم این کمی متوسط تر باشه، یعنی تایم زمانیش کمتر باشه، دقیقا نصف این میخوام باشه و اینو میذارم مثلا اسمشو مثلا ریورب مدیوم. خب اینو ریورب لانگ باشه، این ریورب مدیوم. دوباره از همون من حالا رو میپسندم کلن و میام مثلا اینجا کمی این دفعه تغییرات میدم توش، تو مثلا این و اینقدر میذارم. خب میخوام واسه های هت چون تعدادش زیاده میخوام ریوربش نزدیکتر باشه بهش. ریوربی که برای های هت استفاده میشه کجا بود؟ محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان شوق نگاه. همین خوبه، ببینید یه کمی فضایی گرفت. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت، سرخی لبت سرخ تر از سیب انار است، پاییز خزان جان و جهان با تو جهان است. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت، سرخی لبت سرخ تر از سیب انار است، پاییز خزان جان و جهان با تو جهان. 85 چون عددش رو دوست دارم بیشتر میذارم، یعنی دلیل خاصی نداره یا درگیرش نباشید. و مثلا چند تا لوپ بستگی هم میشه مثلا اضافه کرد به پروژه. من اینا رو قبلا اووردم و کوانتای چیزشون کردم، به اصطلاح تمپوشون هم ست کردم. مثلا این حدودا 90 خورده ای بود تمپوش، یعنی یه کوچولو چیز شده که خیلی راحت برای ست کردن تمپو. اینجا رو این کلیک میکنین و فیت تو تمپو و تمپوی حدودی پروژه رو میگید که حدس میزنید که حدس میزنم من بین 75 تا 150 باشه میزنید و خودش واسهتون سینک میکنه و یه همچین صدایی داشت. ببخشید رو چند تا انتخاب کردم، یه دونه اینه من دارم، من میتونید پی ام بدید براتون سوال کنم و کلا شرایطش رو بگم و اینا رو اضافه میکنید به پروژه. کوچولو جا مونده تا سر ضرب دقیق بایسته و ما اینا رو اینجا به اصطلاح اضافه میکنیم و این درسته و محبوب ترین عطر جهان. دونه دونه اضافه شون میکنیم، هم ولوم و فضایی که میخوایم و بهشون میدیم.
اینا قرار نیست زیاد شنیده بشن و فقط این زیر میوه هستن که فضا رو پر کنن. یعنی نباید این صداش چه مثلا اینو ببینید، نباید صداش اونقدر زیاد کنید که خیلی تو چشم باشه. یعنی بعد همون زیر میوه بزنن، به سختی به گوش برسن، اما اون تاثیر خودشون رو میذارن. مثلا اینطوری نباشه. ببینید اینو دادم کلن دیگه بس یه سمت، این یکی هم باز کلن به اون بر. این به ترتیب این یکی باز 50 تا، این هم که این مارکتیه اصلی هم که وسط میزنه. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت، سرخی لبت سرخ تر از سیبانان است، پاییز خزان. محبوب ترین هر کدوم هم دادم به یه لاین. اینو 13، اینو همشون رو دادم به 12. خب فقط اون که وسط داره میزنه اونو به لاین جداگونه دادم که اینجا بهش یکم ریورب اینا هم دادیم. اینو هم میشه ما بهش یکمی ایمیجش هم بکنیم. چون این ریورب رو اضافه کردم بعدم نمیاد به یه سری لاینای دیگه هم یه کوچولو ریورب بدم. مثلا اینو کیک که نمیخواد، هایت نمیخواد، آکورد باشه داشته باشه، پد که بعدم یه کوچولو خیلی کم لوپ بستگی دار، مارکتی پرکاشن اینم یه کوچولو بدیم بهش. کلا به اکثر لاینا یه ریورب ریز میدم که پرتر صدا بده، یعنی اون ریوربش، و به جای اینکه یه دونه ریورب استفاده کنم با درصدهای کم از 2 تا استفاده میکنم. عدد خفن گذاشتم. این عددا رو کلا اینجا میتونید ببینید. خب مثلا ببینید این 100 پول میشه، مثلا 60، این 69، این هم 85. ببینید من های هت بعدم نمیاد این کوچولو چیزتر باشه، وسط تر صدا بده و از اینجا این یک کمی مونو میکنم. به سمت چپ ببرین آبی بشه، استریو میشه. ببینید های هتو گوش بدید. به سمت راست بیارین مونوتر میشه. ببینید البته نه تغییر اینجا روش ایجاد نمی کنم زیاد. مثلا کیکو میتونیم ما بیاریمش مونوتر، وسط تر صدا بده.
نکته این که تو HDL حتما یه آنالوگر رو ببندید و یعنی نویز میندازه تو کارتون، کمی پروژه رو واقعا کثیف میکنه و حتما حواستون به این مورد باشه. خب مثلا دیگه ما میتونیم چی اضافه کنیم؟ چیزهای اصلی که مونده میتونیم مثلا ما سر ضرب ها یه دونه به اصطلاح کرش هم بذاریم، کرش مناسب انتخاب کنیم. اسمش هم درست میکنیم چون میخوام دوتا کرش هم بذارم، مثلا همین یه دونش گذاشتم یک و دوباره میدمش به یکی از لاینا. کرش میتونه دیلی هم داشته باشه، کمی دیلی هم میتونیم ریور هم میدیم. این هم دقیقا معمول لاین کرش میدیم چون دقیقا افکت هایی که میخوام هرش استفاده کنم مثل همه. اینم صداش سیه، اینم همون حدود میذارم و یه کوچولو ببینید اینو مثلا 10 تا میدم به چپ، اینو 10 تا میدم به راست که یه کمی تداخلشون هم گرفته شه. یعنی میگم ما در همین مرحله تنظیم ببینید داریم یه سری کارهای میکس رو هم انجام میدیم. یعنی ما داریم مثلا تداخلا رو میگیریم، خب داریم پنینگ رو انجام میدیم، داریم نمیدونم ولوم بندی ها رو تا حدی انجام میدیم دیگه. این باعث میشه که تو میکس کارمون راحت تر شه، یا حتی من یه سری لاین ها رو اکولایز میکنم و به همین دلیل باعث میشه که تو میکس ما کار راحت تری داشته باشیم. میتونیم مثلا اینجا من یه چند تا چیز داشتم صدایی مثل اصطلاح من بهشون میگم آب خب یا مثلا ریورس کرش، اینطور صدا میتونیم اضافه کنیم بهشون. و من اینجا چیز بال بود تو این پروژه یه آپلیفتر اینجا داشتش این اولش که خالیه و همینجاش نیازم.
اسمش هم میذاریم آپلیفتر، یا برای کوتاه تر باشه. فهمیدم من انگلیسیم خیلی جالب نیست، مثلا همین اگر یه سری جا تلفظای اشتباه دارم یا اشتباه میخونم اصلا حتی دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. اینم دقیقا به یه دونه الاینر میکسر انتقال میدیم و کم ریورب میدیم و بره یه کمی تو سایت، کلن هم یه کمی تو قسمت سایت باشه، صداش هم کمتر. حتی میشه یه کمی مثلا سایت چنش هم بکنیم، خب که بیشتر بره قشنگ تو خورده موزیک. آره میبینید خیلی بالتر شد و قشنگ رفت تو موزیک. و بعدا میتونیم ما یه لاین دیگه هم مثلا داشته باشیم. حالا یه کمی میخوام کوتاه تر باشه این افکت، این خیلی بلنده و مثلا تو ترانزیشن ها میشه چیزایی. مثلا اینم همونطوری. صدا اینه همقدرش کافیه. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهم، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت، سرخی لبت سرخ تر از محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهم، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت، سرخی لبت سرخ. اینجا که اصلا سر اشتباه گذاشتم یه لحظه. محبوب ترین عطر جهان، محبوب ترین، محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهم، شیرین محبوب ترین عطر جهان زلف، محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهم، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت، سرخی. اینه کم ریورب باشه بیشتر میدم. محبوب محبوب ترین، محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهم، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت، سرخی لبت سرخ تر از سیبانان است، پاییز خزان جان و جهان با تو جهان است. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهم، شیرین ترین
محبوب ترین عطر جهان زلف محبوب ترین عطر محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت. یه دونه از این لاینا رو هم ببینید اینجوری میکنم که محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت. شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت. سرخی لبت سرخ تر از سیبانان است. پاییز خزان جان و جهان با تو جهان است. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت. شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت. سرخی لبت سرخ تر از سیبانان است. پاییز خزان جان و جهان با تو جهان است. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهت. اینطوری حایتش میکنم بالتر شدی کمی جون گرفت قشنگ و یه بار گوش کنیم حالا تا اینجا ببینیم چی شد بدون وکال البته. خیلی بال صدا میده و پر و حالا من یه استراحت کوتاه بکنم و انشالله ادامه تنظیم و حالا تو جلسات بعد خواهیم داشت. البته من اینو خودم چند جلسه خواهم کرد اما خب الان من تا به الان پشت هم پیش رفتم و یکم واقعا خسته شدم و چون با هدفونم دارم گوش میدم گوشم قطعا خسته میشه و دیگه نمیتونم تصمیمات درست بگیرم. برای همین سعی کنید معمولا از هدفون اصلا استفاده نکنید مگر من در شرایط خاص، چون من الان اگر خواسته باشم از باندا ضبط بشه دیگه نمیتونم، از باندا صدا پخش بشه دیگه نمیتونم ویدیو ضبط کنم. برای همین مجبورم هدفون استفاده کنم و هدفون گوشتون هم ضعیف میشه، سرگرم، خسته و به همین دلیل از هدفون بیشتر فقط برای ضبط یا مثلا چک میکس و اینطور داستان رو انجام بدید. خلاصه حالا بعداً باز هم من تو مانیتور گوش کنم اگر یه سری اشکالات تا به اینجای کار داشته حالا تو جلسه بعدی با هم رفع میکنیم و میگم باز هم من این پروژه رو دارم همین الان به صورت بداهه پیش میبرم، یعنی هیچ پیش زمینه ای از قبل ندارم و دارم به صورت بداهه کار رو پیش میبرم و تا این کار به مرحله نهایی برسه خیلی زمان بره. به قول معروف میگن تا گوساله گاو شود دل صاحبش آب شود. نمیدونم جاش بود اینجا بگم یا نه اما گفتم. در کل میخوام بگم که یه سری مشکلاتی که هست تو روال تولید یا کلا تو این ویدیو هم بذارید رو حساب بی تجربگی بنده، هم این که من هیچ پیش زمینه ای از قبل ندارم و الان دارم این کار انجام میدم. خلاصه این که حتما مطالبی که تا همین الان انجام شده رو بارها و بارها انجام بدید، تمرین کنید، بعد برید قسمت های بعدی، یعنی تا همین حد موزیک رو قشنگ بسازید، بعدن بیاین قسمت های بعد رو نگاه کنید. یعنی یا اگر تایم دارید یک بار کامل بدون اینکه کاری انجام بدید دوره رو ببینید و یک بار همزمان با نگاه کردن دوره پروژه رو هم پیش ببرید خودتون. اینطوری باعث میشه که خیلی راحت تر مطالب رو یاد بگیرید و هم دوره چند بار چون گوش دادید و دیدید یه سری ریز نکات رو شاید متوجه نشید در وهله اول و در مراحل بعدی که ویدیو رو میبینید بفهمید. خلاصه این که امیدوارم تا به اینجای کار براتون مفید بوده باشه و انشالله تو قسمت های بعدی کمی پروژه رو خفن‌تر میکنیم، پاساژ گذاری یا افکت گذاری یا میگم افیکسامون، کلا هر لاین دیگه ای که نیازه رو به پروژه اضاف میکنیم و همینطوری یواش یواش با هم کار رو به مرحله نهایی میرسونیم تا اون حدی که دیگه کار
برسه به یه حد استاندارد حال حاضر مارکت ما و بعدش هم دیگه آماده باشه کار برای میکس و مستر. باز هم میگم صدای خواننده و گیتارها ماکت هستن، مثل شما که کاری اول میخواین استارت کنید باید ماکت باشه و بعدن یه سری تغییرات شاید تو تنظیم ایجاد بشه، تو شعر و ملودی ایجاد بشه، بعدن اون تغییرات رو انجام میدید و فاینال و وکال چه گیتار چه اینها رو بعدن ضبط میگیرید. اما الان برای اینکه تنظیم ما به یه مرحله‌ای برسونیم، همین کاملا کار ما رو راه میندازه. برای همین میگم شاید یه سری جاها نیاز باشه گیتار کوانتایزش کمی تغییر کنه که اینا رو نوازنده بعدن خودش انجام خواهد داد و الان صرفا همین وکال ماکت کار ما رو راه میندازه، همین گیتارهای ماکت کار ما رو راه میندازن و ما پروژه رو تکمیل میکنیم و انشالله این دوره براتون مفید باشه. حالا یه بار دیگه هم من میذارم تا همینجاشو با صدای خواننده و گیتار هم گوش بدید و بعد ویدیو رو قطع میکنم تا انشالله در قسمت های بعدی. محبوب ترین عطر جهان زلف سیاهم، شیرین ترین حس جهان شوق نگاهت، سرخی لبت سرخ تر از سیبانان است، پاییز خزان جا جهان با تو جهان